اگر در دیوان عدالت اداری رأی قطعی به ضرر شما صادر شد ولی بعد متوجه شدین که اشخاصی با موضوع مشابه شما در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض کردن، یعنی یه عده رأی مثبت گرفتن یه عده رأی منفی و در نهایت هیئت عمومی رأی وحدت رویه‌ای صادر کرده که به نفع شماست، اما اسم شما داخل اون رأی نیست، یعنی جزء ذی‌نفعای اون رأی نیستید که بتونید ظرف 1 ماه در شعب دیوان عدالت اداری احقاق حق کنید. در این صورت باز هم نگران نباشید، شما میتونید به استناد اون رأی هیئت عمومی در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 79 کنید، یعنی اعلام خلاف بیان قانون یا شرع که در این خصوص خلاف بیان قانون ملاکه. همینطور اگر قانون جدیدی بیاد هم به همین منوال هست.